جنگ یوتیوب. به خدا اگه شما نباشید یوتیوب اصلا صفا نداره. مثلا همینجور سوت و کور با صدای جیرجیرک در پس زمینه. ولی خوبه که هستید، داغشتونم اینجاست و امروز میریم سراغ المپیک مستربیست، یه مسابقه خیلی خفن که از همه کشورها توش هستن و ما هم سعی کردیم با یه دوبله خنده‌دار جذابیتش رو بیشتر کنیم. بریم سراغ ویدیو. پشت سر من از هر کشور دنیا یه نفر ایستاده. قراره ببینیم کدومشون از همه خفن تره، چون من همشون رو آوردم اینجا تا توی المپیک مخصوص مستربیست شرکت کنن. تو رشته‌های دو میدانی، تیراندازی، ژیمناستیک، فوتبال و شمشیرزنی. اما فقط یک کشوره که این مدال طلای 250,000 دلاری رو میبره. حاضرید اولین مسابقه رو شروع کنیم؟ شما 30 ثانیه وقت دارید که از این سه تا مانعی که هر کدوم از قبلی بلندترن بگذرید و قبل از بسته شدن اون دیوار قولاسه ازش عبور کنید. خیلی خوب، برو که رفتیم. 3 2 1 بریم. خب اولین چالش المپیک مستربیست شروع شد. بازایی دیگه مگه نون نخوردی؟ انگار ترمز بریدن. عجب شیر تو شیریه. الانه که دیوار بسته بشه زود باشید دیگه. وای انگار لشکر زامبیان. آره انگار لشکر زنبورا حمله کرده. نفر اول رو ببین. داداش فلش تویی، اون عداتو در میاره. کجا رو باش، اندونزی اول شد. رد شدم. به خاطر یک مدال طلا. برو زود باشین، دیوار داره بسته میشه، برسین. 8 ثانیه بیشتر نمونده، زود باشید. دیوار داره بسته میشه، بجنبید. کار جا نمونید. اومدم. ای وای چه خریه. آفرین رفقا، یه مرحله به این مدال طلا نزدیکتر شدید. آمریکایی‌ها بزنین بریم. کی برنده شدن؟ برسید از خط پایان رد شد. بیشتر از نصف کشورها تو مسابقه اول حذف شدن و 97 کشور دیگه میرن ادامه. خوش اومدی. روحتونم خبر نداره قراره چی بشه. یادتون نره که شما نماینده کشورتون هستید. بریم سراغ مرحله بعد. خدا به دادتون برسه رفقا. مرحله بعدی خفن‌ترین چیزیه که تا حالا تو استادیومون ساختیم. مسابقات ژیمناستیک. قراره بمیریم. شرکت کننده ها بیایید بالا. تو هر مرحله 10 تا کشور داریم و فقط 5 تای اولی که برسن به این سکو میرن مرحله بعد. ببین فرقی نداره 5 تاش از این ور باشه، 2 تاش این ور باشه، 3 تاش اون ور باشه، 5 تای اول فقط میرن بالا. 5 4 بقیه‌اش مهم نیست، برید. خیلی داره تون میره. اوه باریکلا سرعت. ورزشکار سوریه پرواز نکنه سلام. ای وای بیا از بسش برمیای بدو. نه سوریه دووم بیار. نه سوریه. بپر. خب اولین نفر موفق شد. اون دومیشم رد شدم. ماشالله مغولستان. یا وگرنه جا میمونی یا تو میتونی. مغولستان بیا زود دیگه. باش. زود باش بپر این اونجا طرف. گیر نکن دیگه برادر. وای نسی نرو. بدو دیگه زود باش. بجام. وای نزدیک بود بیفته. وای باورم نمیشه پرید. آفرین. اینم از جزایر. اونم دستی. نوبت گروه بعدیه. خوبیه این چالش اینه که میذاریم خودشون نوبت پریدن رو انتخاب کنن. خب رفقا تصمیم بگیرین کی اوله. نه کی گفته تو اول بری؟ ببین اگه بخوای جیم بزنی خودم میزنم زیر لنگ. خب مسابقه است دیگه. حاجی کشید عقب بحثم نکرد. یه قول سیاه دومتی داره بهش میگه بچه کجا میری؟ من میخوام اول برم. بچه‌مون گفت باشه برو فقط منو نخور. ببین اگه بخوای جیم بزنی خودم میزنم زیر لنگ. خب مسابقه است دیگه. خب باشه موافقم. شروع کنید. باشه زود باش. برو. بقیه‌تون منتظر نمونید بیاید دیگه. واسه شب پشت سرش برو. وای. بودو زود باش. وای دارن از روش رد میشن. وای اولی پرید. علنا دارن از رو کله هم دیگه رد میشن. ایول بابا اولیش اومد. ما اینیم دیگه. بابا نگفتی. چه رقابتی شد. وای بپا. فقط جا واسه 3 نفر دیگه هست. خب حالا شد 2 تا. ایول قهرمان. یالا تو میتونی فیلیپین. برو. آرومتر، برای چه عجله میکنی؟ ای وای. آقای آرژانتین فقط شما موندی. اگه برسی اینور برنده شدی یا بری. همه زورتو بزن پسر. بیا داداش به خاطر مسی هم شده. بیا مسی. از کل 10 نفر فقط شما 4 تا رسیدید اینور. بابا دمتون گرم. بعد از دور دوم اوضاع یکم قاراش میشد. وای
میرسه یا نه؟ ای وای اون یکی افتاد. آخ مواظب شرمنده 5 تامون تکمیل شد. شما بی زحمت از این حالا رسیدیم به دور آخر. رفقا بذارید یه نصیحت بهتون بکنم. اگه اونجا بیفتید نباید بیفتید. چشم بسته غیب میگی؟ دیالوگ معروف سید تو عصر یخبندانه. اگه اونجا بیفتید نباید بیفتید. چشم بسته غیب میگی؟ برید. خب شروعشون که شلوول. منتظرشون نمونید، بقیه‌تون برید. بودو فیجی بودو. اوی واسه کشورت بجنگ. اوی اونجا روش. اول شانسی ولی آورد. خوب خودشو نگه داشت. آفرین ساما، همینجوری برو. آره همینه، به خاطر کشورت بجنگ. تو مگه کشور نداری؟ فیجی آفرین. تو نه. ناش دیگه فایده نداره. براوو. ماشاءالله سامو تقریبا آفرین. همینه. فقط 2 تا جای دیگه مونده. بادو اینم از این. اینم از نفر آخر. 50 تا کشور دیگه هم تو مسابقه ژیمناستیک باختن. خب بچه‌ها متاسفانه همونطور که می‌بینین مثل که ایران هم تو این مرحله کله پا شد. البته ما تو خود ویدیو اون ایرانیه رو نمی‌بینیم ولی خب مثل این که از ایران هم یه نفر حضور داشته و تو این مرحله حذف شده. 50 تا کشور دیگه هم تو مسابقه ژیمناستیک باختن و حالا فقط 47 تا کشور دیگه مونده. خوش اومدید آقایون و یه دونه خانم. تو این چالش شرکت کننده ها باید تیراندازی کنن و اگه بتونن این هدف رو از روی این سکو بزنن میرن مرحله بعد. و واسه اینکه جالب تر بشه هر کدومتون میتونید به یک کشور رای بدید تا این مسابقه رو براش سخت‌تر کنید و در ازای هر رایی که بگیرن هدف رو 3 متر براش میبریم عقب‌تر. کشور من میونش با اسرائیل خوب نیست. آره خیلی با اونا مشکل داره. منم رو سوال نمی‌کنم. ای وای. آلمان شما همیشه میخواستین همه جا رو فتح کنید. همه داشتن زیرا به همو میزدن و اوضاع واسه یک کشور خیلی خراب شد. به کدوم کشور رای میدی؟ اندونزی. به نظرم اندونزی از همه خطرناک‌تر. واقعا؟ منم از اندونزی خوشم نمیاد. این داشتمون با لبخند زیرا میزنه. شما هم دست به یکی کردن. مرحله قبل یادته خیلی خفم. این چیه دیگه؟ اندونزیه. این الان کشورشونه؟ خب فکر کردم کشورشون این شکلیه. برادر پیکاسو است. خب اولین شرکت کننده کشور گوام. به نظر چند تا رأی آوردی؟ به نظرم احتمالاً 3 تا. آره درسته 3 تا. 3 تا؟ از کجا فهمیدی 3 تا رأی داری؟ غمی ندارم چون باشگاه میرم و فرض و قوی. دفعه اول تیرکمون دستت میگیری. ای، ریدم. اینه که بده. نشد که میشه. وصیتی نداری؟ خیر. پس برو. خدا بیامرزه. کشور موناکو 6 رأی گرفت. جونمی جون ولی کارم سخت شد. رفیقمون چه قشنگه. ممنونم قربان. ببینیم مو قشنگم تیر میزنن یا نه. باریکلا. آره درسته. بچه موناکو باخته میده. شاهزاده رو سر بلند کرده. همون که تو میگی. استرس داری؟ نه اصلا تو هر کدوم ببازم تو یکی نمیبازم. داداش لازمش داری. همینو میخوایم ما. روبین بود زمانه هست رو بشنم. داداشا راحت باشید بزنید تو کلمه. چیزی نمیشه فقط 250,000 تا کفتون میره. وصیت از بنما. مسابقتون ممنون. انشالله سری بره. اینم به افتخار هموطنا. حالا آذربایجان. یا شانسون آذربایجان. بیا داداش به خودت باور داشته باش. کول باشی. میخوای یه مثل 20 شکر بزنی تقویت بشی؟ دوپینگ مجانی. راستش من عاشق اینم. چخ گشتی. مثل 20 شکر جواب داد. یا شانسی. عاشق این بخششم که این آذربایجانیه با لهجه محلی صحبت میکنه. واقعا خلاقانه بود. جا داره از همینجا از گویندش تشکر کنم. داشت دم خلاقیتت گرم. هدفم دوره ولی یه کاریش میکنم. از پسش تنها برمیام. دختر باقی مونده از عربستان سعودیه و کمونمون از قدش بلندتره. خسته نباشی دلاور. خب کشور اندونزی که 12 تا رأی آورد. رفقا تا جایی که میشه ببریدش عقب. مسابقه اول تو برنده شدی. مرحله دومم خیلی سریع تموم کردی. طبیعیه که این بلا سرت بیاد. آره این میدونستم. دورترین فاصله ایه که امروز هدفو گذاشتی. نظر خودت چیه؟ پس کاش عقب‌تر بود. عقب‌تر از این؟ شوخی کردن داداش. التماس دعا چون محتاجم بده. از بغلش رد شد.
ارتفاعش خوب بود، فقط یکم کشید به چپ. شرمنده هموطنای عزیز، سعیمو کردم. دیدین که رقیب قدرشون من بودم. برو به خودشون بگو. و حالا و با پایان این مرحله فقط 16 کشور دیگه باقی موندن. شرکت کننده های عزیز بیایید تو. بیایید. تبریک که تا اینجا دوم آوردید. قبل از شروع مرحله بعدی براتون یه پیشنهاد دارم. به همشون یه کیف $10,000 بدید. $10,000 پول نقده. اگه میخواید میتونید همین الان با 10,000 تا برید خونتون. اگه نه هم میتونید بندازینش پایین و برید ادامه. به همین سادگی. واقعا پول خیلی زیادی. یه چند تایی وسوسه شده. یادتون نره نصفتون قراره حذف بشید و این تنها شانسیه که با جیب پر از اینجا برید. خب پول خیلی زیادیه ولی مطمئنم که میتونم مدالو ببرم. اومدم که برنده شم. منم اومدم که همه رقیبامو نابود کنم. به نظر تو قیافت شبیه کسی که میکشه کنار؟ من پولو نگه میدم. تو نگهش میداری؟ آره. خب یه نفر قبول آفرین به کرد. هوش و درایتت. خب نفر آخر فیجی، تو قبول میکنی یا نه؟ بله آقا. ماشاءالله فیجی. فیجی و ایتالیا رفته. حالا وقت شمشیر بازیه. ما گذاشتیم برنده های چالش قبلی حریفشون رو انتخاب کنن و بعدش قراره 2-2 با شمشیر بیفتن به جون هم. برنده کسیه که اولین ضربه رو بزنه. لیبریا حریفتو انتخاب کن. من میخوام با مولداوی بجنگم. مولداوی برو اون طرف و پیش لیبریا وایس. کشور اریتره، تو میخوای با کی بجنگی؟ با اون آخریه. لوکزامبورگ. خیلی خوب. چه بزنی بشه. منم با تاجیکستان میجنگم. تاجیکستان. خیلی خوب. ماداگاسکار. اسلوونی. منو تو هم با همین. آذربایجان. گدای نمسه. خب دور اول ساموآ و آذربایجان. من با همه وجودم میخوام مداد واسه کشورم بدم. راستش خیلی هم نگرخیدم. خدا به دادش برس. یا خدا. بچه یه نکته جالب بهتون بگم. این تیکر رو زبون اصلی براتون میذارم ببینید. یه سنت جالب ساموایی به نام هاکا و یه جور رجز خوندن قبل از مبارزه یا انجام یه کار مهم. بعد خیلی براشون جا افتاده و رسمه. حتی یه بار یه خانوم نماینده پارلمانشون توی مجلس این کار رو انجام داد و پرای همه ریخته بود. خیلی ویدیوش باحاله، ببینیم با هم. جالب بود برام، گفتم به شما هم بگم. خب برگردیم سر ادامه ویدیو. یکی میرود ادامه و دیگری سقوط میکند. شروع کنید. ای وای یه نفر باید حمله کنه. ای وای نزدیک بوده. ای وای ساموآ برنده شد. بخش اطلاعاتون این لباسای مخصوصی هن و با تکنولوژی بهمون میگن کی اول ضربه خورده. اینا دقیقا همون لباسایی هن که تو المپیک استفاده میشه.